کمیته اجرایی فدراسیون ملی گوشتنگری مملکت و فرمان رئیس فدراسیون گوشتنگری ملی مملکت اشور ولایت بگیجانویچ قربانов Zafer Bozorovich رئیس فدراسیون گوشتنگری ولایت ختلان تعیین کرده شد. ما Zafer Bozorovich را با تعیین گردیدن با چنین یک وظیفه پرمسئول خیلی هم سپاس میگوییم و تمنا میکنیم که در آینده گوشتنگری در ولایت ختلان باز هم رواج و رونق و رشد میکنه. بیایید همگی یک قرصک به افتخاری من این شهران مردم که چنین چهاربینی ها را تشکیل میکنه. دوستان گرامی، اکنون واخری فینالی وزنی 60 کیلوگرم و در وزن 60 کیلوگرم قوت محمد رضا و قوت محمد صالح توفه برای هر دو پهلوان автомашинai فورد سیرا. هر دو پهلوان هم پهلوانانی معروف کشور هستند و در بسیار از مسابقه های بین المللی شرکت ورزیدند و روزی 21 مارس در شهر دوشنبه در نوروز بین المللی پایتخت هر دو هم در واخری فینالی واخوردند و محمد رضا قوتov جای اول را اشغال نمود. اکنون در نوروزی ناحیه عبدالرحمن جامی نیز واخری فینالی و شاه جایزه автомашинai فورد سیرا. محمد رضا قوتov با لباس‌های کبود نماینده شهر دوشنبه محمد صالح قوتov. مرحبا. بلایگون دعوت کرده میشد وزن 70 کیلوگرم تاش محمد اسحاق حسین تاش محمد میدون بیان. ایانه بینن وزن 90 کیلوگرم واخری فینالی نظر و حق نظر انورزاده امام رضا. غالب این وزن محمد رضا قوتov و او صاحب شاه جایزه автомашинai فورد سیرا گردید. وزن 90 کیلوگرم واخری فینالی نظر و حق نظر انورزاده امام رضا. نماینده شهری حصار حق نظر با لباس‌های کبود نماینده شهری دوشنبه امام رضا انورزاده. وقتی کوزمویی وقت